شب که آرزوهامو تو گوشت گفتم آهسته، زمان برگشت و من این بار دل بستم چشم بسته. یه شب که درد تنهایی به دنبال دلم میگشت، منو بردی به دیدار روزای بی برگشت. کجان اون آرزوهایی که تو چشمای هم دیدی، چشامونو رو هم بستیم آهسته دل بریدیم. کجان اون آرزوهای گریزون از فراموشی، باید روشن بشن با عشق شبهای خاموشی، شبهای خاموشی. به نام خداوند بخشنده و مهربان، صاحب هر آغاز و هر پایان. سلام ایران جان. خب بچه زحمت کم میکنیم. یا الله یا الله. ببخشید آقایون، باعث درد سرتون شدم، معذرت میخوام. خدا حافظ. تشریف میبریم؟ با اجازتون. سایتون کم نشه. خدا حافظ. بینندگان عزیز مهربانم، همه شما را به خدا میسپارم. خداحافظ آقا میریم. خداحافظ جوجو واسه بکنیم. انا مگه قضیه خداحافظی کنم؟ در نام روان بودی برد. آقا بیشتر رفتم. خداحافظ. برو به سلامت. خدایا به ما لیاقت بیشتری بده تا نعمت بیشتری هم دریافت کنیم. خداحافظ عمو جان. خداحافظ مریم. خداحافظ به مامان خیلی سلام بده. چرا همچی میکنی؟ مگه دوز گرفتی؟ من فقط گناهم اینه که سالمم. خیلی خوب بابا جان، بذار خداحافظی کنم، بیرون میبینمتون. خیلی خوشبختیم که شما رو داریم و خدا رو شکر که خدمتگزار شما هستیم. همه شبکه نسیمیا، همه چلتیکیا رسیدیم به قسمت جذاب مهمان. نمیتونم صادق نباشم. من بهترین رفیقم، عزیز دلم، تاج سرم، یکی از هنرمندان پر افتخار این کشور امشب افتخار داده به چلتی که اومده. یه مرد نازنین، یه بازیگر توانمند. هم شما باش خاطره دارید، هم من ید طولا در خاطره با ایشون دارم، به دلیل اینکه فکر میکنم قدمت رفاقت ما میشه 29 سال. یعنی از رو نیمکت هنرستان با هم بودیم، با هم رفتیم تئاتر، با هم وارد این رشته و حرفه شدیم و امروز و این روزگار زمانی است که من خیلی به خودم میبالم از داشتن چنین دوست عزیزی. منتظرتون نذارم، ببخشید مقدمه طولانی شد. با احترام و افتخار دعوت میکنم از هنرمند گرامی جناب آقای هادی کاظمی. مخلص شما نظام گوبرریه. اسم شما چی بید؟ سید هادی کاظمی هستم. سلام میکنم. سلام. من وقت ورم و میرم این دختر دیوه بشونم. استرام میدونی اینجا کجا؟
سلام عزیز دلم. چیکار کنم با کرونا باید رعایت کنیم برادر. اینجوری هم میشین. آقا خواهش می‌کنم. چی برم من. قربون قدمت. چطوری؟ خیلی خوش اومدی عزیز دلم. بفرما. جان دلم بفرما. آخه سلام و درود به روی ماهت. فدات شم. خدا نکنه رفیق. اینه که با کله اومدم دیگه. خودت دیگه میدونی دیگه. تاج سر منی، به من افتخار دادی. و اگر امشب نمی بودی در چلتیکه که دیگه خیلی دیگه نمیشه. من خودم دیگه نمیبخشیدم خودت. بهتم گفتم بالاخره میام. یه خورده سرمرم شلوغ بود اما خدا رو نمی اومدم خیلی ضایع بود. این دوربین شما سلامی با بیننده ها داری همه میشنویم. سلام خدمت همه بینندگان عزیز خوب برنامه چلتیکه. در خدمتتون هستم در کنار دوست و عزیز و برادر. اثر چی بگم، واقعا نزدیکی از نزدیکترین آدم‌های روی زمین برای من. در خدمتتونم. به همه عزیزان بفرما که هادی کاظمی خوب ما کی و کجا به دنیا آمد. تو شناسنامه که یه چیز دیگه از تولدم تو شهریور، اما در واقع به حکایتی و به روایتی از پدر و مادر 13 آبان 1355 به دنیا اومدم و دیگه همه جای به قول معروف تهران بودیم. یه چند سالی هم قم بودیم، دوباره برگشتیم تهران. ببین یه جاهایی یادم نیست، میگن که مثلا بچگی اونجا بودیم، تو مثلا نوزاد بودیم اونجا بودیم، خیابون صفای امام حسین بودیم، قلعه مرغی بودیم، یوسف آباد بودیم. از اینجا بعد یه خوری یادمه خیابون سعدی بودیم، بعد رفتیم قم. آره برگشتیم اومدیم خیابون میشه گفت سرا طالقانی پشت سینما صحرا ریولی اشرت آباد. یعنی از اونجا رفتیم برای نازی آباد، بعد نازی آباد لرزاده نزدیک خیابون ری، بعد شابدالعظیم، بعد کویر لوت، بندر عباس، در اقیانوس، بعد دیگه قطب جنوب. همینجور رفتیم پایین. الهی شکر الان در خدمتتون. مارکوپولو بودن دیگه. اولین باری که تلویزیون به خونتون اومد یادت میاد؟ یا شاید مثلا تلویزیون قبلش داشتید، اولین باری که یه تلویزیون مثلا جدیدتر و رنگی و اینا. یه خاطره بامزه از این تلویزیونی که خب موقع از این تلویزیون دور قرمز یا دور زرد 12 اینچ 14 اینچ بود، 12 اینچ بود، چیز کوچولو اینجوری بعد میچرخوندی اونا رو هم میچرخوندی بالاخره. یا از اون یکی کانال اینجوریا بود، اینو میزدی اون یکی میزد بیرون، اون یه خورده مدلش بالاتر بود. اما یادم بابا سال 61 بود فکر کنم رفته بود یه سوغاتی آورد، یه تلویزیونی آورد به نام اوریون بود. چرا اسمش اسم مریضی بود. بعد یه تلویزیون خیلی خوشگل کلا با تمام تلویزیونی که دیده بودم فرق داشت. یه نقره رنگ بود و بعد بعد قدیما تلویزیون یادت دیگه میذاشتن بالا کمد. اینجوری چرا اونجا میذاشتن همش این یه آرتور استوری نسبت به اون داشتی. بابا تلویزیون جلوت دیگه، بعد میرفتی بالا مثلا اینو میزدی و اینا. حالا این بابا تلویزیون گوشه و گفت پسرم این تلویزیون به حرف من گوش میکنه. راست میگی بابا؟ اینو گفت آره گوش میکنه به حرف تو اینا. گفت نگاه کن من الان بهش میگم خاموش شو. پاشم دراز کرده بود و گفت خاموش شو. گفتم چیکار کرد؟ چی شد؟ کلی کف کردم. خدا منم بگم بابا؟ گفت تو هم بگو. گفتم خاموش شو. خاموش نه. گفت نه باید من بهش بگم. تلویزیون جان به حرف پسرم گوش کن. بعد نگو این کنترل داشت. کنترلش هم یه چیز خیلی گنده بود، موزای کتاب بود. داره بعد خلاصه یادم آره اون تلویزیون رنگی هم بود و اولین باری که کنترل دار اومد. آره و خیلی یه چیز بازم کوچیک فکر کنم 14 اینچ بودش. آره نگاش کنید میتونیم شام بخوریم و جک گیلسون تماشا کنیم. اولین تلویزیون ماست. بابا همین امروز خریدش. شما تلویزیون دارین؟ آره معلومه که داریم. 2 تا. وای شما خیلی پول دارین.
عزیزم شوخی میکنه، هیچ کس 2 تلویزیون نداره. هی من اینو دیدم، قدیمیه، همونیه که رالف لباس موجودات فضایی رو میپوشه. یعنی چی قبلا دیدی؟ این جدیده. خب راستش من تکرارشو دیدم. تکرار چیه؟ بعدها میفهمی. شاید اون موقع هم شبکه چیز خاصی نبود، 1 بود 2 بود. آره دیگه بعد از اون بعد شروع میشد و آره با قرآن شروع میشد، سرود جمهوری اسلامی بود و بعد یه سری گل نشون میداد، بعد گمشدگان آفرین. همون اولی که تلویزیون گمشدگان، قیافه های طفلی ناجور گم شده بودن، عکسای داغون سیاه‌سفید و اینا رو می‌دیدی. آره بعد تازه دوباره شروع میشد حالا برنامه و اینا. تو دهه 60 از کارتونایی که میدیدیم کدوما رو دوست داشتی؟ ببین سنباد که برام همیشه اول بود. بعد پینوکیو رابین هود. دیگه چی داشتیم؟ دیگه مثلا گوریل انگوری. آره اون بلو سباستیان. آره. اصلا همش خوب بود به نظرم کارتونای اون موقع. شاید هم برنامه این شکلی بود. قشنگ. اما بی‌نوایان هم دوست داشتیم. بی‌نوایان آره آفرین. اینکه غمگین بود ولی دوست داشتیم. آره. خیلی کوچولوتر بودیم، یکی بود به اسم روشنسر. یادت میاد اون روشنسر رو؟ روشنسر یا نه، اما آتیش به سر رو یادم. آفرین آتیش همون بود عروسکیه. آتیش به هاچین باچین بود. یه تایمی به من میگفتن هاچین باچین، ابرو اینجوری ماشاءالله داشتیم. و هاچین و باچین، نوخودی یادته؟ نوخودی، هادی هدا خیلی باحال بود به نظرم. یه دونه که نگفتی رو ببینیم. آره دوست داری؟ خوب، امیدوارم که یه ذره غافلگیری داشته باشه برات. فقط راهای 15 پسر، قسمت 4. وای خدا. روزی که 15 پسر در جزیره متروک به پیشواز دومین بهار رفتن، دانوان به همراه 3 پسر دیگه که به محبوبیت برایان حسادت می‌کردن مستقلاً به ساحل شرقی رفتن. یادش بخیر. 2 شب بعد از رفتن اونا اتفاق غیر منتظره افتاد. اون زن کی بود؟ چرا و چطور به جزیره متروک اومده بود؟ من کجا هستم؟ شما الان تو جزیره‌ای هستین که متروکه. ما 1 ساله که اینجا هستیم و انتظار میکشیم نجاتمون بدن. وای خدا جون. شما با کشتی به این جزیره اومدین خانم؟ اونای دیگه کجا هستن؟ کاپیتان و خدمه کجا؟ اونا جک یه کمی آب خنک بیار. گمونم قایقشون درست کردن و از جزیره رفتن. چطور چند نفر برن و اطرافو بگردن؟ این کار خطرناکه. اگه این طرفا باشن چی؟ خیلی بالا کارتون موقع وقتی لایم گرفت با وضع فعلی نمیتونیم برای زمستون غذا جمع کنیم. یه چیز دیگه الان اینجا تازه فهمیدم. من یه فکری کردم. ببین کارتونه اون موقع خیلی باحال بود. واقعا باحال. یه کار ماجراجویانه. میتونیم تمام جزیره رو از بالا ببینیم. اونا هم میتونن کایتو ببینن. برایان روز پرواز نمی کنیم، شب پرواز میکنیم. و آدمای مهم معمولا چشمشون درشت‌تر بود. اون کارتون ژاپنی. آره. آتش فشان، فعل و انفعال آتش فشانیه. یه جایی همین نزدیکی یا یه جزیره است یا یه قاره. ما همینجوری بودیم، مثل اینا بودیم. داره علامات میده، بیارینش پایین. اون کوچولوترا. این حرکته. آره. یعنی چیز ادامه داردش. ادامه دارد. دش معلوم بود. آره. اینو داشتم میگفتم اون موقع این کارتونا رو نگاه میکردیم یه جورایی خیلی یعنی تمام دنیامون بود دیگه و هیچ وقت به بعدها فکر نمی کردیم که قراره چی بشیم، چی کاره بشیم، چی کار قراره بکنیم، چه بلایی قراره سرمون بیاد، چه اتفاقاتی قراره واسمون پیش بیاد و خیلی دنیای به نظرم بزرگیه و انیمیشن و کارتون به نظر من
بسیار بسیار عامل فرهنگسازی بچه هاست. تأثیر رو داره. شجاعتشون، رو ترسو کردنشون، رو انگیزشمند کردن اونها، همه اینها. فهموندن مفاهیم مهم. به مثلا یه کارتونی بود آوای وحش، خانواده وحوش. خانواده وحوش. من همیشه وقتی اونو میدیدم از همونجا یواش عاشق حیوانات شدم. یعنی خودت هم میدونی چقدر من حیوانات دوست دارم. بعد اونجور کارتون ها قشنگ باعث میشد که تو یواش از بچگی به حیوانات علاقه‌مند بشی، باشون حال کنی، بفهمی که حرمت دارن. آره. جون دارن، مهمه. آره واقعیت اینه که الان من فکر میکنم، شاید هم اشتباه دارم میگم، من فکر کنم البته شاید هم اشتباه باشه، شاید دارم غلط میگم، اما مردممون نسبت به حیواناتمون اصلا خوش رفتار نیستن. شاید این فرهنگ سازی باید بشود، چون هم یه موجوداتی شبیه ما، فقط با این تفاوت که ما میتونیم حرف بزنیم، قابل فکر داریم، عقل داریم، مغز داریم، دل داریم و اونم دارن به نوعی. اما درسته، و همین دلیل از ما که صاحب شعور هستیم انتظار میره آره که مراعات که حواسمون باشه. باری کرده اون که غریزه است، اون حیوان داره به طور طبیعی و غریزی به زیستش ادامه میده، توقعی ازش نیست. بی خودی وحشت نکن کوچولو، من کاری نمی کنم که به تو صدمه ای بخوره. بیا اینم سیب زمینی. اینقدر ناراحت نباش، خیلی خوب. برای اینکه احساس آرامش بکنی برات یه سرود میخونم، گوش کن. یه میمون کوچولو افتاد تو دام پدرم، راستشو بخوای من اونو خیلی دوست دارم. چرا همچی کردی؟ عجیبه با اینکه اینقدر کوچولو هستی اما خیلی شیطونی میکنی. من تا حالا میمونی به کوچیکی تو ندیده بودم. بالاخره گرسنگی بهت فشار آورد. خیلی عالیه مگه نه؟ گوش کن. یه میمون کوچولو افتاد تو دام پدرم، راستشو بخوای من اونو خیلی دوست دارم. از زمان به دام افتادن قد کوتاه 3 ماه گذشت. تو چه شده قد کوتاه؟ چی کار میکنی؟ آها حالا فهمیدم. میخوای بگی تو دوست من هستی؟ آره ما با هم دوستیم. یه کارتون دیگه یادم رفت. چی؟ مارکوپولو. مارکوپولو یعنی اونم باز دوره از اون کارتونا، از اون دست کارتونا بود که به تو جهان رو میشناخت. یعنی یواش میگفت که در اونجای دنیا یه همچین اتفاقی افتاده. ما گوبلای خان رو شناختیم از اون قبل اینکه تاریخ به ما یاد بده، قبل اینکه ما خیلی زیاد تو تاریخ یاد بگیریم، تو کتاب تاریخ و این چیزا یاد بگیریم، جغرافیا یاد بگیریم، ما تو کارتون اینا رو دیده بودیم و خیلی خوب بود. یه خاطره ببینیم. خاطره ببینیم؟ راجبش حرف زدیم آخه، حیف نبینی. آره. مارکوپولو. واه واه، من کارتون اینو خریدم پکشو. ماجراهای مارکوپولو. خوب جایی گیرت انداختم، حالا میبینی کی نمیتونه فرار کنه. درجا میلرزن. مثل این که داری از پا در میای. برعکس تو از پای در میای. چی شدی؟ اینم اینجوری شد. حالا فهمیدی که من خواهرتون ندزدیده بودم؟ معذرت میخوام اوچو، اصلا فکری میکردم کار احمد باشه. اون به همه ظلم میکرد. هر کاری که دستم بر بیاد برات میکنم. چشای اینم چند زلی بود، گرد نبود اینا.
شد. یعنی این کلا حرفو نزن اوچا. مواظب زن و دختر من باش. اوچا. سوء قصد آچمد توسط یک چینی جرقه‌ای برای قیام علیه مغول‌ها بود. خان مغول به اندازه شیفته آچمد بود که او را در انجام هر کاری آزاد می‌گذاشت و هیچ کس را یارای مخالفت با او نبود. آچمد 25 سال به جان و مال مردم دست اندازی کرد، به طوری که چینیان از بیدادگری او به جان آمدند. خان مغول به علت عدم اعتماد به چینیان و برای جلوگیری از قیام آنها به زور شمشیر بر آنها حکم می‌راند و فرمانداران را از مغولان، عربان و مسیحیان و درباریان می‌گماشت. آچمد یک عرب در دربار خان مغول بود. بله یادش بخیر. چه تلفیق جالبی بود اون موقع، انیمیشن و غیر انیمیشن. خیلی باحال و چقدر چیز بهمون یاد میداد. چون حرف زدی گفتیم یه نگاهی بهش بندازیم. یادت میاد اشک بریختیم. آره با اینها دلمون میسوخت و یاد میگرفتیم که خانواده‌ای که داریم چقدر با ارزشه. دقیقاً. پدر داریم، مادر داریم، یا مثلا متوجه میشدیم در بین اقوام، عزیزان، آشنایان، همسایه ها اگر کسی مثلا پدرش رو از دست داده یا مادرش رو از دست داده چه غمی داره. ما متوجه اون غم میشدیم از همین کارتونا و عاطفی تر بار اومدیم. دقیقاً. هنوزم کارتون نگاه میکنم من. آفرین. هنوزم کیف میکنم. واقعا هم کیف دارم. دنیای خیلی باحال، فانتزی خیال انگیز جذابی دیگه. چه جور کودکی بودی؟ شر شیطون بودی، خرابکاری میکردی، آروم و مظلوم بودی؟ شما دومین فرزند خانواده هستی. آره دیگه. بعد آقا مهدی منم، بعد حامد، بعد توحید که تتاوری. ما اصولا بچهای شیطونی نبودیم. خود من که بسیار خجالتی بودم دیگه، تو اینا رو میدونی حالا، ولی چیزایی که بسیار خجالتی بودم و تو حالتی بود که وقتی مثلا فک و فامیلم میومدن خونه دنبال من میگشتن پیدام کنن. همیشه توی یک گوشه‌ای در اتاق، دقیقا توی کنج میشستم واسه خودم بازی میکردم و اون موقع هم باغ وحش داشتم، چون دوباره میگم دوست داشتم حیواناتو، با اونا بازی میکردم، صدا سازی میکردم باشون، بازی میکردم، بال میکردم. من خیلی خجالتی بودم و دبستانم به همین سبک بود، راهنمایی هم همین بود. اما نقطه شروع یه سری اتفاقات دقیقا جایی بود که با هم دیگه آشنا شدیم. بله. اول هنرستان شو ما محمد رضا رو دیدیم و برای بچه‌ها رو دیدیم و تازه اونجا فهمیدیم که بابا بذار یه کارایی بکنی، شیطنتایی هم کنیم. هر چی خجالت قبلا کشیده بودیم اونم در نهایت بازم یه حیایی شد که ما رفتیم کانون هور. بله. مینو راهن. اونجا در اصل یه جورایی برای خود ماها، خودت هم همین حالت رو داشتی، یه سایکودرام بود، یه پسیکودرام بود واسه ما. در اصل رفتیم خودمون رو درمان کنیم. مثلا من همیشه وقتی میرفتم روی صحنه شروع میکردم اتود زدن، تمرین کردن، همینطور هممون، چون میدونیم هم کفیم یه جورایی با هم دیگه، داد و فریاد میکردیم، چیزایی که فکر میکردیم که جرأت خیلی کارا نداشتیم در دنیای بیرون روی صحنه اتفاق میفت و تازه خودت خالی میکردی. و از اونجا به بعد آفرین یواش یواش یه روی دیگه‌ای به خودم گرفتم. هرچند همچنان در بطنم اون خجالت، اون چیزی نیستش که بشه فراموشش کرد، اما دارمش هنوز. اما اونجا یه نقطه عطفی شد که با هم دیگه اون اتود زدن ها و تمرین کردن ها و اینا یه خورده از اون فضای ما معتقد و مطمئنیم که بهترین آموزگاران در رشته‌ای که کار کردیم برای ما خودمون بودیم. یعنی دقیقا خودمون خیلی به هم آموختیم، خصوصا از یه جایی که یادت هست یه قانونی گذاشتیم به اسم شمشیر سامورایی که فقط نقد کنیم، ایرادای همدیگه رو بگیم که موجب پیشرفتمون بشه. حالا به غیر علی سلیمانی، آقای راسخ راد، واقعا استاد من تو بودی. استاد من مجید آقا کریمی بود، استاد من عباس حیری، استاد من آتیلای سرور بود و آرش بزرگزاده بود. یعنی از همدیگه اینقدر یاد میگیره و استاد ما کلا خود مردم بودن. یعنی اصلا نگاهمون اینجوری بود که چون کلاسای بازیگری میری میبینی اول از همه میگن که ما کی بازیگر میشیم،
اصلا به این نباید فکر کنید اول قضیه. اول باید این مغزه، این ذهن تو، قلبت اون دنیای هنری بشه، اون آرتیست، اون مغز آرتیستیک بیاد سراغت و بعد تازه بعد اون بگم حالا میتونم کار بازی هم بکنم. خوب شد خودت اومدی جلو. چطور آقا جان؟ آدم از در میاد تو چیکار میکنه؟ نه چیکار میکنه؟ سلام میکنم. سلام میکنه. فهمیدی؟ آره. نه این که همینطوری بیاد تو بشینه. آره. سلام. علیک سلام. گریه میکنی؟ خب چیکار کنم؟ بخند. چرا داری میخندی؟ چرا انقدر بی‌احساسی؟ بخند گریه کن، بعد نخند گریه نکن. چی دارم میگم؟ سلام پدر عزیزم، خیلی خوش آمدید پدر جان. بله اجازه بدید روی ماهتون رو ببوسم. خیلی خوش آمدید. صفا ببینم تو یاد نگرفتی پدر پیرتو پشت در منتظر نذاری؟ چرا من یاد نگرفتم پدر پیرمو دم در منتظر بذارم. تو حالا یاد نگرفتی به پیرمرد تعارف کنی بشینه؟ چرا من یاد نگرفتم به پیرمرد تعارف کنم بشینه؟ بفرمایید پدر جون بفرمایید. بله. تو به پسرت یاد ندادی که بزرگتر ننشسته نباید بشینه؟ چرا من به تو یاد ندادم آخه؟ بفرمایید خواهش میکنم. خیلی خوش آمدید. عفا بردید. بله. تو یادت نیست به پدر مادر پیرت یه سر بزنی؟ ها؟ من یادم جا خالی میدی برای من؟ کی من؟ نه من. چه جا خالی دادم؟ ببینم چرا چی چرا؟ چرا از من سوال میکنی بی خود؟ من چرا؟ گارد میگیری برای من؟ گارد نمیگیری. بنداز پایین دستتو، بنداز پایین. 2 تا برای گاردت. بله. تو چرا بچه رو این همه کتک میزنی؟ من چرا بچه رو این همه کتک میزنم آخه؟ اون تایی نکن بسرم، نوبت تو هم خواهد رسید. بله. تو یاد نگرفتی پسرم که از مهمون باید پذیرایی کرد؟ من یاد نگرفتم که از مهمون باید پذیرایی کرد. حالا خودت چطوره؟ حالا خوبه پدر جان. کم پیدایی. صفا آورد. برگردیم به نونهالیمون، از کودکی به نونهالیمون، زمان موشکبارون و جنگ و اینا. صف نفت، صف شیر، کپون، همه چی صفی بود دیگه. یادت وصله میفروختن؟ مارک داشت. اینقدر طبیعی بود که انواع وصله مثلا میرفتیم تو بزازی یه چند ردیف وصله میفروختن. اصلا پاره هم نبود چیز میکردیم، میگرفتیم میدوختیم برای قشنگی. آره. کپون سیگار رو یادمه، مثلا با بزرگ کپون رو میداد میرفتیم اینجا، مثلا زر میگرفتی، شیراز میگرفتی، هما بیزی میگرفتی، چی میگرفتی، سیگار خارجی توش نبود، خوشنو ویژه میگرفتی، حتی اینا هم بودش. و اون دنیا، اون اتفاقا خیلی نکته باحالی بود، خیلی نزدیک به الان بود. یعنی یه بخشش نزدیک به الان دنیای کرونایی الان بود که من یادم اون موقع بمبارون که شد، یه جا دیگه از تهران اومدیم بیرون، رفتیم یه جا توی دهی دور اطراف چالوس بود، یه خونه کاملا قدیمی از این شیروانی دارا و آب خوردن هم نداشت، از این چاها بود که توش دلو داشت و بعد مثلا مینداختی توش، سطح اینجوری میکشیدی بالا و از اون آب استفاده میکردی. و اون موقع تلویزیون دوره همون 12 اینچای توشیبا هم بود، قرمز بود. و از تو تلویزیون یادت باشه چیز هم درس‌ها رو میدادن دیگه، ریاضی، فارسی و اینجور چیزا. و من دیگه تایمن کلا چالوس بودم دیگه، تو اون دهه بودم دیگه، موقع بمبارون با برفک فراوون میدیدیم تلویزیون، آنتن جواب نمیداد. یادش بخیر. یه اضطراب هایی رو تجربه کردیم که توأم با هیجان هم بود. من بیشتر مثلا من یادمه که از اضطراب بزرگترا منم مضطرب می‌شدم، وگرنه مثلا آژیر قرمز منو به هیجان می‌آورد. برعکس همه که میرفتم به سمت پناهگاه دوست داشتم برم پشت اون هواپیما دشمن رو ببینم. آره. می‌دونی هنوز اما آژیر چیزی ترسناک بود. صداش خیلی تو مخی. به مرور وقتی می‌دیدیم بزرگتران نگران حال ما هنوز دارن
به تشویش همه ما رو میبرن تو پناهگاه دیگه ما میترسیدیم. نقاشیات یادت میاد اون موقع بیشتر چی میکشیدی؟ آره تانک، آفرین، بعد هواپیما، آره دیگه صدامو میکشیدیم که آره مثلا زدیم ترکوندیمش تو نقاشی آتیشش زدیم. آره دنیا نقاشی هم موقع همینا بود. بریم به سراغ اولین بخش از برنامه‌های امروز، نقاشی‌های خوب شما. ذریعه نظری 7 ساله از تهران. نرگس علمی 10 ساله از تهران. سیاوش شعله 7 ساله باز هم از تهران. ولی نقاشی کار دوستمون محمود صابری 11 ساله از مازندرانه. از تهران پگاه بزرگی 6 ساله. آزاده فراشباشی 6 ساله از مشهد. از تهران علی نادری 11 ساله. کیوان عسگری پور 10 ساله از همدان. من هنوز عکسای شهدا رو دارم، براشون خیلی ارزش قائلم، چون بسیار انسان‌های خفنی بودن. آره دیگه داداش، بسیار خفن، بسیار انسان‌های جانبرکفی بودن. خب ما که خانواده‌مون خیلی داریم، شهید و مجروح به قول معروف جانباز و اینا، خانواده شمارم که قشنگ میدونن، اما بسیار آدمای خفنی بودن. جنگ 1-2 سال دیگه طول می‌کشید من میرفتم. آره قشنگ همچین حسی داشتم. کوچولو بودیم ولی میدونیم میسوختیم که مثلا میگن این همه ما شهید دادیم، یا حد غیرتی میشدیم. آره مثلا میدیم بابامون داره یه حرکتی میکنه، داییمون رفت، کسب و کار خودمون به شهادت رسید، اون مجروح شد، ما دوست داشتیم از این قلک نارنجکی‌ها داشتیم پول جمع می‌کردیم، کمک‌های مردمی به جبهه مشارکت می‌کردیم، دوست داشتیم بریم جبهه با اینکه طفل بودیم. شما خودتون معرفی کنید. من محسن بزرگی از آمی از دسپور. چند وقت شما تو جبهه هستید؟ تو جبهه از وقتی که حمله شد، اون شب اول. قبل از این عملیات هم بودید تو جبهه؟ نه بودم. شما عامل پیروزی در این عملیات و عملیات‌های گذشته در چی می‌دونید؟ عامل پیروزی اینه که وحدت باشه بین برادرها و اطاعت از فرماندهی، همین، و از ذکر خدا. خیلی متشکرم. از سریال های دهه 60 بگو ببینم کدومو میدیدی؟ سلطان شبان. به به به. سلطان شبان. یه خوره بیایم عقب‌تر، سربه‌داران. آفرین. 16 میلیمتری گرفته بودن. خیلی سریال خفنی بود اون زمان. خیلی خوب بود. خیلی خفن بود. الان بیشتر میفهمید چقدر موزیک وحشتنی آقای استاد فخرالدینی بود دیگه. بله. موزیکش. محمد بیک هرگز هنرستان هر دو رشته گرافیک خوندیم و در ضمن تحصیلات هنرستانیمون که گرافیک بود تمام اون سالها رو به کانون هور میرفتیم و نمایش و بازیگری یاد میگرفتیم و همه دلخوشیمون خودمون بود. آره با جیب‌های خالی خالی خالی. اولین کار تلویزیونی که خواستیم بکنیم با آقای داریوش کاردام بود. بله. سال 75 زمستون 75 و پول تو جیبی نداشتیم. یادت از بولوار سازمان آب نزدیک ستارخان، بالای ستارخان پیاده می اومدیم دقیقاً تا میدون راهن، و گاهی میدون بهمن. آره تا اونجا پیاده میرفتیم چون از اونجا به بعد پول داشتیم. آره پول مینیبوس مثلا یه مقدار پول داشتیم، میدونستیم اون یه مقداره فقط میرسونه از اونجا اصلا یه تا اونجا رو باید بگیریم. آره تمام راهو با هم تمرین می‌کرد. آره فقط تمرین می‌کرد. چه کیفی داشت. اینم بگم ها، یه وقتایی هم پول داشتیم، من و محمد عاشق کله پاچه بودیم. بله هنوز هم. بعد گفتیم محمد با این پول میتونیم یه کورس سوارشیم بیشتر بدیم. کله پاچه حال میده، ولش کله پاچه رو بزنیم. کله پاچه رو میزنیم بعد تازه پیاده میرفتیم دوباره تمرین میکردیم. سیر نمیشدیم از تمرین. من و هادی اون موقع، هادی جان با امیر ژوله با هم خونه بودن. آره یک سالی همخونه. آره همخونه بودن. بعد من اومده بودم پیش هادی، کار داشتیم و می‌خواستیم تمرین کنیم، امیر جان نبود. ما شروع کردیم تمرین کردیم. تو در واقع همون تمرین‌های نمایشیه. به یه جایی از یه مشاجره رو داشتیم بازی می‌کردیم که این دو طرف در واقع شخصیت‌های نمایش به شدت دارن دعوا و مشاجره می‌کنن. حالا نگو
امیر ژوله بنده خدا اومده یه نیم ساعتی از پشت در برف می اومد، سرما هم بود، داره صدا رو از داخل خونه میشنوه، روش نمیشه وارد بشه. من نمیدونستم چیکار کنم، بیام تو یا نه، نمیدونم با چیکار کنم اینا. بعد یه جای ما صدامون قطع شد و چون تمرین که تمام شد میشستیم با هم تحلیل میکردیم، بررسی میکردیم، صدا دیگه اومده بود پایین. این کلید افتاد تو در و امیر اومد اصلا نگاه هم نکرد ما رو، رفت تو اتاقش. آره رفت. چرا اینجوری میکنه؟ سلام نکرد رفت. بعد رفتن امیر شدن گفت شما داشتید دعوا میکردید اینا فیلم تو نه داشتیم اسم گفت کثافت ها، من 45 دقیقه از پشت وایسادم تو برف دارم سگ لرز میزنم. ما داشتیم تمرین میگیم، تو تصور کردی دعوای واقعیه. آره فکر کن ماشین زمان داریم میریم به گذشته هادی کاظمی. کدوم ایستگاه زندگیت پیاده میشی؟ کجا میگی اینجا نگه دارید میخوام این خاطرات مرور شه؟ فکر کنم معلومه، یعنی تو همونی که تو هم میدونیه. برای من آره. من دوباره برمیگردم به همون اول هنرستان و فکر کنم درست اولین، برای من اینجوری بود، اولین آدمی که دیدم توی حیاط هنرستان واسه کنکورش هم رفته بودیم، اولین نفر من تو رو دیدم. بله اولین نفر. بله. من نمی‌دونستم کیه، نشستیم بغل یه کوچولو حرف زدیم و دوباره خدافظ، دوباره شدیم همکلاسی و اینا. اون 4 سال، اون 5 سال بله. ما 5 سال طی نفر یه سال رد شدیم. اون سال اول رو رد شدیم، من با هم دیگه. و اون 5 سالو آره من دوست دارم دوباره از اول طی کنم. خیلی خوب، خیلی خوب. اینقدر با تمام نداری‌ها، با تمام یه چیزای آره سختی‌ها، محرومیت‌ها، فشارها، دیگه خودت دیگه میدونیم چی به چی بود اون موقع دیگه. چقدر تلخ بود اتوبوس زد بهت. تصادف کردی. وای دوم هنرستان بودیم. آره فکر کنم دوم هنرستان بودم. سال 71 بود. من دچار فراموشی شدم، نسیان. یعنی اسم خودمو نمیدونستم، اصلا نمیدونستم کجا هستم، کی هست، آدمو کیم، پدرم کیه، مامانم کی. فقط یه شماره تلفن یادم بود و این خیلی عجیب بود واسم که هنوزم سوالی که اون شماره تلفن چرا هنوز تو ذهنم هست ثبت شد. اون شماره تلفن محل کار بابا بود که گفتم فقط این شماره رو حفظم. آره اون سالم خیلی سال عجیبی بودش. بعد از اون خیلی مهربونتر و عاطفی‌تر و شکننده ترم شده بودی. اصلا شکلم هم عوض شد. از عکسای قدیم چیزی نداری؟ فرما. وای وای وای. البته این خیلی قدیمی نیست. این خیلی قدیمی نیست اما بعد تصادف. من چرا دارم اینجوری نگاه میکنم؟ ببین هممون یه جوری داریم نگاه میکنیم. نه تو خوبی، خداییش تو خوبی. نه دیگه ببین الان مهدی هم یه طوریه، اون داداشه. بله خودت که گل من، خودمم اون پشتی افشین قدیمیه. آره. اینم که آتیلا جان. اینم سفر اصفهانمون بود، رفته بودیم یه تئاتری اجرا کنیم، تئاتر طنز. آره اصفهان جشن طنز بود. بله خیلی هم یا خدا اینجا من سرباز نه. آره دیگه. آره اینجا تو سرباز بودی. وای اینجا میدون چیه؟ بله تو میدونی. بگو ولی بگو. اینجا من توی بازیگر بودیم، یعنی این کار نوروز 76 و سال 75 بود. یه خاطره بامزه بود، تموم شده بود و بعدش من رفتم سربازی، یعنی بازیگر بودم و بعد رفتم سربازی و بعد مسئولین اون پادگانم حسابی بهم حال دادن و سختگیر بودن خیلی. آره قشنگ بود. اون بازیگر است، اونو فلان، اونو یه حالی ازش بگیریم. بعد گفته بودن یه کار تئاتری هم قرار بریم قزوین. آره با همی شرطی گذاشتن، گفتم به شرطی ما میتونیم بهت مثلا یه چند روزی بهت مرخصی بدیم. دیگه گفتن کار فرهنگی ارائه بده، به تشویقی بدیم. بعد خلاصه اومدیم یه کار تئاتری اجرا کردیم، اون چند روز مرخصی داد. فکر کنم 4 روز گرفتی. آره نه بیشتر. جدی؟ بیشتر. چون خیلی هم خندیدن. یه هفته. آره کمدی بود، خیلی خندیدن. خدا ان شاءالله بازم دمش گرم، چون با تمام سختگیری کرد این محبت رو کردن. خب به حال رئیس اونجا محبت کرد، به ما مرخصی داد. اما یادم تموم که شد تمام سربازا اینجا به حال از همه جای اقصا نقاط کشور بودن دیگه، از جنوب و شمال و غرب و شرق و از همه جا بودن.
همشون گفتن دمتون گرم، ما چقدر خندیدیم، بعد از 1 سال خندیدیم، بعد از فلان. حالا قشنگ خستگیشون میشه جای سختیه توش خدمت فقط کردن. سربازام نبودن، خیلی واکنش اون کادره خیلی جالب بود که از اون به بعدم میگفتی خیلی باهات. آره اونجا یه خورده با هم دیگه دوست شدن. گفتم ما نمیدونستیم اینقدر هنر داری و فلان، چقدر ما از دستت خندیدیم. اینجا بعد تصادفم بود، این قیافم عوض شد. یه قیافم عوض شد. منو ببین بغل دست اصلا یکی دیگه است. 2 سال و نیم از تهران به الان من محمد علی مردانی. دوستان از تو اتاق فرمان میگن واقعا تو کدومی؟ اونا آبیه، این اینجا لوزی داره، آبیه است. بله اون من ایشونم مهداد نظام آبادی عزیز، بله مسعود اصغرنژاد، مجید محمد منصوری، امید میرلوحی، بابک میرلوحی عزیز، استاد آقای دیگه فرد مقامی، بله آقای پوراستاد، پوراستاد ببخشید بله گفتم استاد آقا، فرهاد مقامی عزیز، پایین عرفان نیکرو، مجید معلمی، اون دو تا دوستمونم که سالپایینیا بودن ما اسمشون رو فراموش کردم. هنرستان اون این سال نوروز 76. آره اینجا 20 سالمون بود. قرمز منم. بس اینا دستتون درد نکنه. آقا به خدا اون موقع همین شکلی با شب با من شبا خمره‌ای گرفته بودم. بازم ببین ما مثلا خوبه یه ذره بعد آره لیسا شلوار منو دوره هنرستانو داریم میگیم، همون موقع 15 16 سالمون شبا خمره‌ای بنفش زشت. اون زشت ترین بنفش دنیا چیزی همون و لخت پیلیسه 30 پیچسکن بود کاوارد کرپ نه. بعد به خدا اون موقع خوب بود و مد بود. زنگ می‌زدم مثلا بچه‌ها گفتم پنجشنبه می‌خوایم بریم مهمونی، شلوارتون رو قرض میشه، خمره‌ای بهشون میدادیم. باور کنید. بعد مونتا پیلیزاژ این چین میناژ بیشتر بود، قشنگ‌تر به نظر میومد. میادی شلوار پارچه میدادی میدوختم واسه مثلا 4 را لشکر اونجا حیاتی‌ها معروف داشتی. بریم یه کار ببینیم. بریم ببینیم. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بله آقای یا ایها البیلی یا ایها البیلی چقدر میخیسیلی پر رویم حد در البیلی عزیزم داریش بیلی و بیلی بودی. آخه خدا رحمتت کنه. اینم جناب بله وای علی سلیمانی. ایشونم یه دوست عکاسی بود خیلی دوست داشت، دوست آقای کاردان بود. بله گاهی کمک میکرد بعضی ها که ما بازی. ويلك بابا ويلك ألف لعنة لبيك بديه العذبوك ودنيا مسخروك من الجسر المعلق يندذوك من الجسر المعلق يندذوك بخود زور میزنی های بیلی. نعم خدایی ما از اون موقع گیریم خورم خوب بود، نه اصلا معلومه خودم یه لحظه نشدم. لولوی سر خرمنی های بیلی. اسكتوا لوح القدر مكتوب لوح القدر مكتوب يا بيلي المغضوب اجلس بصب كشكك كشكك دم مشكك سمعتك من استادی استاد ما في الدنيا لك خريداري پارودی کردن اینا واقعا استاد. ايوه بی خود زور میرنی های بیلی لولوی سر خرمنی های بیلی من برعکس همه رفتم. اسكتوا يا إخوة إن هذا استوديو ما هو جراج اخرج اخرجوا اخرج شكرا يا مجرم. شكرا كسر الله عنقكم ان شاء الله. ال زنده نباشید. ال زنده نباشید. الحافظ گفتم به آقای داریوش کاردان، استاد داریوش هم اومد کاردان. بله فصل پیش افتخار دادن، مهمونمون بودن، حرف شما رو هم زدیم. به ایشون هم ما مدیونیم واقعا. هم این که یادت رفتیم برای تست، چه به هر حال
استرابی داشتیم. اولین باری بود که میخواستیم برای یه کار تلویزیونی به طور جدی، حالا به لطف علی سلیمانی و مجید آقا کریمی عزیز معرفی شدیم که آقا این جوونا رو ببین. رفتیم و تست دادیم و خدا رو شکر با هم یک اتودی رو اجرا کردیم و آقای کاردان بلافاصله گفت اینا برن قرارداد بنویسن. که شهاب عباسی عزیزم اونجا اومد و چون تنها بود گفتش که من میتونم تو گروه شما باشم. بودیم چرا نه، یه اتودم برای اون زدیم. گفتیم بیا بابا گروه چیه. و واقعا با استعداد خودمون از دستش خیلی خندیدیم. چقدر خوبه این. یه تمرین هم با شهاب رفتیم. شهاب هم وارد بهترین رفیقامون و خوشمزه ترینا. آقا اون نوروز 76 چون در هر حال شروع مهمی برای ما بود، یه کاری که ظاهرا هم شما هستین هم من بریم با هم ببینیم. بریم ببینیم. اینا دیگه یادمون رفته مرورش. آره. این برا ارتباطی داره به شما؟ معلم هاست نبینم از این رد بشی یا سلام میزنی آدم شی. نزن دیگه. نقشه باحالی بود. چه گندلاتی گندلات بیورزه ترسویی رو بازی میکرد. چقدر گیره رود نشسته. اینجا بینم خدا رحمتت کنه. هی تفری امروز حرفش شد. نبینم از این رد شی. خدا بخره. روحت شاد. فکر کنم بعدش تو میای. آره. اصلا میدونی اینجا کجا؟ مرز واقعا کوچولو بودی تو. اینجا ببین هر روز محل ماست. هر روز تو میخوای سر راه من باشی یه پس کتک بخوری. برو بچه برو بابا بات بیا. بعدم بریم بچه فرو میزنه. چرا میزنی دیگه برو. از پس یه بچه هم بر نمی اومد. حمید گودرزی. حسین رفیعی عزیز. این دفعه رد شی میزنم ناکارت میکنم. اگه شما رد بشی مسئله نداره اما چرا تصمیم داشتی یاد باشه؟ بفرمانونه تازه ساسان قضیه نمیخواد سب شد. من هر بار رد شم برم بیام باید یه نفر رو ادب بکنم. از این نهار رد بشی ببخشید پدر. دوست عزیز خسته نباشید. نه عزیزم اینا برای دهه 40 گذشت سپری شد دیگه. بس اون دستمال بده من. باشه باش. دستمال بده من. آستینه رو بنداز قشنگ. خب کلا رو بردار. راحت. اینا گذشت سپری شد دیگه. بریم من یه چیزایی بهت بگم. بریم. خیلی ممنون خالدان. من یه آیتمی با هم داشتیم خیلی باحال دوست داشتم. سفر خیالی. تلپاتی. ما این تلپاتی ها قدیم داشتیم. یادت یه بار از افسریه بود. آره با هم برگزارش کردیم و آره خدای من یادت اجراش کردیم، تمرین کردیم توی دفتر. چقدر مورد توجه قرار گرفت. همه حسین رفیعی عزیز، بیژن بنفشه ها، آقای کاردان، بقیه دوستان همه گفتن عجب کار جالب و جدیدی بود. آره اگه پیداش کنیم خوبه. پیداش نکردیم. تو اکسیژن هم فکر کنم یه ورژن دیگرش رو مفصل ترش رو رفتیم. آره اون دیگه بالون و اینا هم داشت. حسینی عزیز اونجا مجری بود و ما هم بازیگره دور اطراف. آره اونم کار خوبی بود. اکسیژن هم کار متفاوتی بود. آره خاص بود. کار خلاقانه آقای استاد محمد مهدی رسولی با نگاه خلاقانه‌ای که داشت. دقیقاً ما هم پیدا کرده بود. ما هم که اصلا عشق خلاقیت و کار جدید کردن. آره ببینید یادش بخیر. اکسیژن دادیم؟ بله. وای من اینجا خیلی داغم. اینجا درست بعد سربازیم بود. تازه موام در نیومده بود. مثلا ما خیلی میزون بودیم الان میبینیم همو. وای شهاب اون؟ نه بهار اومد. تو ادای شهاب داشتی در میاد. ادای شهاب حسینی رو در آوردم. شما هم گروه فرم اجرا کردی. توی باغچه زلال کوبیده بخوری. موهامو کنده کاری تا عجب کاریو پیدا کردن. باحال. راستی
از ابرای گل کلمی چه خبره؟ حتی لباس گروه فرم جدی نادانی حالا ناشی نیشتون نذار نیشتون ببندی با اگه اقربانی عدی اما بهار حتی همون پلیور تن شهابو داده بودن. نیست شکل شهاب یه کاری میکرد یه سری فرم داشت دور و برش بود، داشت این پارودی اونو میرفت درشگه های جوونی مگس پرونی میخوایم نامه بخوریم. یادت میاد اون روزایی رو که کورک زده بودی؟ هنوز چشمات لبو میزنی؟ وای خدایا گوشات شعر میخونه. باورم نمیشه اینو گذاشتید. هنوز گوشات شعر میخونه. اصلا چی گفته اون شعر بلد نیستی ها؟ چی گفته؟ باید جوجه باغچه رو آخر پاییز سرنوشت این فرما دو من دوست داشتم این زنگ پاسه هم میری؟ وای خیلی باحال بود. این آخرین قسمت اکسیژن بود اگه خاطرت باشه، فکر کنم ایده‌شم تو دادی که گفتی آقا بیایم با خودمون شوخی کنیم. به شهاب حسینی عزیز گفتیم میخوایم که ادای تو رو در بیاریم، خودمون با برنامه خودمون شوخی کنیم. آره. و اتود زدیم و به اتفاق من انتخاب کردی که ادای شهاب رو در بیارم، شما هم گروه فرم رو اجرا بکنید. حالا گروه فرمی که با شهاب کار میکردن همه منظم کار کرده حرفه‌ای، ما گفتیم پارودیش کنیم به اصطلاح، شروع کنیم اینا ناشی باشن. آیتمر من یادم رفته، خیلی باحال. من دقیقاً بعد این من یادمه یه خورده بیکار موندیم. یه خورده بیکار شدیم و بدجور یه خورده حال خرابی بودیم. یه دوستی داشتیم اومد گفت که یادش بخیر شهربازی بود اینجا تو چمران لونا پارک، حالا قبلا گفت که یه سالن تئاتر داره اونجا و با بچه‌ها بیاید اونجا کار اجرا کنید و رفتیم شهربازی تو این آمفی‌تئاترش یه کار تئاتری اجرا کردیم و بعد اوایلش چیز نمیومد اصلا، یاد باشه آدم نمیومد برای دیدن اونم همون آدم سوار سرسره بشن و سوار چه تئاتر ببینی. هادی چه نوع نقشی رو دوست داری بازی کنی که هنوز پیش نیومده؟ اولین شرط انتخابم که تکراری نبودنه. اگر یک نقشی دارن که فرض قبلا مثلا معتاد بازی کردم، دیگه دوست هم دوباره معتاد بازی کنم یا پیرمرد شاید بازی کنم، باز سعی میکنم جور دیگری. من میدونم که مثلا تو اگه پیرمرد بازی کنی 30-40 جور پیرمرد میتونی بازی کنی. مثلا پیش اومده که چند بار پیرمرد بازی کردی، قشنگ تمام ویژگیاشون با هم فرق میکرده. ولی ببین یه وجهی تو داری که من رو صحنه اون بارها هست دیدم و شاید کمتر کسی بیشتر برای تو کمدی پیش اومده بازی بکنی. و من و رفقای نزدیک تو میدونیم در نقش های جدی چقدر میتونی بدرخشی. حالا شاید تو این قالب من اینو هنوز نمیدونم که چقدر مایلی که مثلا یک جهتی برات ایجاد بشه که تو اون بخش از تواناییت رو هم بتونی نشون بدی. من کمدی رو زیاد دوست ندارم و میشه گفت دوست نداشتم تا شاهگوش. یعنی همیشه حسی داشتم که من چه دارم کمدی بازی میکنم، من دوست ندارم. من کمدین نیستم، من بازیگری هستم که کمدی هم کار میکند، نه اینکه بگم کمدینم. اما از یه جواب میگم پذیرفتم، گفتم دیگه نه دیگه هادی تو داری جدی کمدی کار و باش حال کن. و از اونجا بعد نگاه هم باز دوباره یه خورده جدی‌تر شد به کمدی، برام جذاب‌تر شد. همون زمان که جدی‌تر شد قضیه، کار جدی هم برام انگار اومد. مهران احمدی سر فیلم مصادره. خب اونجا من رو بر اولین بار خب یه سری کاری بودیم، سر کار عریضه امینی بودیم، من دیوانه نیستم سینمایی. نزدیک یه ماه هم حالا یکی 2 ماه هم توی کمپی بودیم، من و مهران با هم اتاق بودیم. حالا اون کارا رو هم کار می‌کردیم. اون کاری بود که فکر کنم دیده باشی شو اینا، یاد نمیدونم یه سری دیوونن دیگه چیزایی. اونجا مهران گفت هادی تو به نظرم تو میتونی
کار جدی هم بازی کنیم به نظرم. و این اونجا حرفش یه تیکی شد که واقعا دمش گرم این جسارت و این محبت رو باز به من کرد و اون نقش جدی رو به من داد. منم حال کردم باش. دست و بردا مشکل نداره. خب نظر در مورد این فیلم چی بود؟ یه نظر من مهمه. بود مهمی که داری میپرسی. سکوت یعنی که با محتوای فیلم مشکلی نداری. برای چی اومدی ایران؟ برای چی نیام ایران؟ اینجا وطنمه. اینجا نیام کجا برم؟ پس چرا تو الان تو آمریکا بودی؟ اونجا هم وطنمه. چون وطن مثل مادر آدم میمونه. مگه آدم میتونه 2 مادر داشته باشه؟ میتونه؟ 2 پدر چی؟ میتونه؟ پدر اسیار جانلو، مادر کلمنت فوندس. این چیه؟ مامان همه. کجاییه؟ لاتین. آمریکای لاتین. یپ. اما حالا چه جور نقش جدیایی دوست دارم؟ دقیقا نقش هایی که چالش برانگیز باشه، نقش هایی که یه خورده پاشون رو زمین نباشه، یه خورده چند لایه آره یه خورده لایه باشه، یه خورده جای اکتشاف داشته باشه، خود کشفش سخت‌تر بهتر. آره آخه تو بیای مثلا نقش پدر بازی کنی، نقش نمیدونم یه چیزی بازی کنی، هیچی نداره انگار واسه خود من. وقتی یک نقش یه خورده چالش داشته، رویه‌های مختلف داشته باشه، وقتی عمق داشته باشه، ژرف داشته باشه، واسه من جذاب‌تره. بریم یه خاطره دیگه مرور کنیم. فکر کنم قرار پشت صحنه ببینیم. دیدی گفتم این چیه؟ بهم نگفته بودن ها. ببین آبان 77. سلام میکنم به بینندگان محترم برنامه اکسیژن. سید هادی کاظمی هستم. نمیدونم باید اینو بگم یا نگم، دوباره نمیگم. وای اینجا یادم افتاد چی شده بود. دانشجوی رشته نمایش هستم، دانشگاه تهران مرکزیم و در خدمت شماییم. خیلی مسخره. وای تمرینه عادی تمرینه. ما دارم سر میشم. یه چیز بشی دندون با هم میخورد. آقای صدا آقای رسولیه. آره هانس کریستیان اندرسون. من خودم دار هان میگی که انگار داری از این میپرسی که هان چیه، چی میگی، بعد تبدیل میشه به هانس به اصطلاح اسم نویسندش. آهای ره گذر هانس میچسبه هانس کریستیان اندرسون که نقشه یک نویسنده این کار رو بازیدن. شاهرم راه برن دستم دوام شد. شباب بخواد باشه کارتو تموم میشه، ولی داشته باش. حالا فعلا انرژی نذار، برای ضبط انرژی اصلی تو بذار. بریم. بهترین کبریت در بیارم کبریت بزنم. این سرما برم. برو علی برو. کیک توت فرنگی نقش شد دیگه نگو. من یک کیک توت فرنگی رو حرف نزن. من یک کیک توت فرنگی رو بازی در میارم. چقدر خوب جان چه کیک خوشمزه. پس چرا محو شد؟ بس چرا از بندم بهتره چیه بابا؟ با هم بخندم. چی میخوای بابا؟ داریم ضبط میکنیم اومدیم واسه ضبط کجا ضبط داریم؟ نه ضبط چیکار دارم میکنم؟ بنده خدا دارم ضبط میکنم اومدیم. من معذرت میخوام از تمام بینندگان. بارو پی کارت بابا. علی جون بگیر برام. هادی جان اذیت نکن. علی آقا محمد چقدر مو داری اینجا؟ ببریم بیرون. الان هم میتونم انقدر پشت جواب هنوزم داریم ماشاءالله. من میتونم نمایشتیه اکسیژن تقدیم میخورد. خنده من شروع شد. نگاه کن خندم گرفت.
شهاب راحت بود. وای دستتون درد نکنه. دوست داری نه چلسیگر رو رها کنیم بشینیم موسیقی ببینیم؟ نه خیلی جالب بود از خودم. خیلی یه کاری بود که شاید خیلی ندیده بوده باشن. یه فضای کاملا دیدن. اون قشری که مخاطب اصلیش بودن خوب دیدن، خیلی هم خوب یادشونه، ولی خب همه ندیدن. یه حال عجیبی بود. من داشتم میگم چرا باید با این حال میکردن. اینم یه فاز عجیب و غریبی داشت واسه خودش. تو یه وجه بیخیال شدی، نمیدونم من چرا. چیا؟ اینکه در تمرین‌های تئاترمون که به هر حال جزو مشق‌های ما بود که باید بخونیم و اینها، تو همیشه جزو یکی از خواننده‌های خوب بودی. یادمه مثلا رحیم بهبودی فر خوب میخوند، مجید آقاکریمی همیشه خوب میخوند و بچهای دیگه، ولی تو بسیار خوب میخوندی، ولی هیچ وقت مثل مجید هر موقع گفتیم چرا نمیخونی انگار که دغدغه اصلیت نبوده. با اون گوش خوب و هوش خوب در فهمیدن ملودی‌ها، احساس خوب، ولی نخوندی. یکی از اون زمزمه ها که از قدیم میخوندی هنوز هم میخونی باید امشب بخونی. به من چی بخونم؟ یه آذری بخون هادی، خیلی آذری میخونی، دوست دارم. به من خیلی حفظ نیستم، بخاطر که هیچ وقت فکر نمی کنم برای بخوندنش. اب نداره، شاید یه جاییشو غلط بخونم. نه دیگه آذری زبان ها و ترک زبان ها ببخشن دیگه، ما میخوایم بخونیم. Senin kalbinden gezdirir karar, eşkimiz bilmesin dedim hicran. Hala gözlü yarım beni kimsin bildin. Senin eşkinde güzelim ağladım durdum, ağladım güldüm. Gülebilmez gülüm bahar sensiz. Vah vah. Yüreğim ot tutup yanar sensiz. Yüreğim ot tutup yanar sensiz. Gülüm sensiz. جانم ناز نفس اشتباه خوندم، یه جایی اشتباه خوندم، اما بگذاریم ببخشید عزیزم. اشتباه خوندم، میگی داشت احساس کنم اب نداره که یهو ما اینجا غافل گیرت کردیم. خیلی میگن خیلی خوب. بله عزیزم، چقدر خوشحالم خوندن تو شنیده شد. اصلا مهم نیست که شعر حالا مثلا یه اشتباهی تو شعر رخ داده باشه. من عاشق بهبودوفم دیگه، رشید بهبودوف. بله دیگه حنجره طلایی آذربایجان بود و خیلی خفن میخونه، اما خب من نتونستم، یعنی نمیشه مثل اون بخونم اصلا. ما حظ کردیم داداش عزیز دلم. دستم عرق کرد. صدایی که می آید از دوست، هر کی هستی شمی آشنا باش. داد و قال هی نکن توی خونه، با عزیزان خود با صفا باش. ای بابا ولش کن کلک کن، با همه مثل من بیریاش. ای بابا ولش کن کلک کن، با همه مثل من بیریا باش.
گپ بزن بین مردم که هستی زود جوش و خوش و با وفا باش مهربونی بکن با رفیقان ظالم و عاقل و با خدا باش عشق یعنی همین گوش کن خوب عاشق بندگان خدا باش عشق یعنی همین گوش کن خوب عاشق بندگان خدا باش کدوم انتخابتو در نقش‌هایی که بازی کردی دوست داشتی؟ از تئاتر هم میتونی بگی. یه کار تئاتری با هم داشتیم، کلکسیونر. به به. آره اون خیلی کار عجیبی بود. من نقش روحو بازی کردم. تو نقش روحو داشتی. تو اون خبرنگاره بودی. خبرنگاری که تو اون هتل وارد میشه، گیر میفته با اون صحنه‌های ترسناک. آره آتیلا هم بود. آره. و جالب بود، ما برای اولین بار یه کار تئاتری کردیم که ترسناک بود. بله در ژانر وحشت. ژانر وحشت بود. تو چون تو معمولا تو یه سری به قول معروف شامورتی بازی سینما رو نداری بخوای نور رو کم کنی، نمیدونم افکت‌های عجیب غریب بدی و نمیدونم از این کارا این شکلی بکنی، پروداکشن نداری و فقط بعد همه چی لایوه، داره زنده اتفاق میفته. اون کار خیلی کار باحالی بود. و چقدر خودمون و چقدر خوب بازی کردی. تو که بابا تو خودت خیلی عالی بودی. خوب بودیم هممون خوب بودیم. واقعا یه جایی میترسیدم ازت. قشنگ ترسناک میشد کاره. یادم که هی اجراش می‌کردیم هر دفعه. آخه پارتنر خیلی مهمه. تو اون ترسنده بودی. آره من اون ترساننده بودم. من یادم خانواده هامون اومدن، بعدن اومده بودن پشت صحنه میگفتن ما که شما رو میشناسیم دست همو میگرفتیم یه جایی اینجوری میچسبیدیم به ما یادت باشه حتی واسه تمرین اون کار رفتیم یه لوکیشنی پیدا کردیم، یعنی تو این پلاتوهای تئاتری این چیزا اصلا نبود. رفتیم تو یه لوکیشن یه خونه خرابه داغون وحشت مخوف بود، اصلا ترسناک واقعا. یعنی تمام تمرینامو اونجا انجام دادیم. بله. نوشته خوب مشهود محسنیان، کارگردانی خودش و هادی جاودانی از دوستان خوب و با استعداد دانشکده، یادشون بخیر. ببین همیشه برای من اینجور که تئاتر انگار بیشتر هر کاری کنی بازم تئاتر نقشی که توی نمایش تئاتر بازی می‌کنی بیشتر بهت میچسبه. برای خودت هم همینه. مثلا لوله رو هم دوست داشتم، لوله رو خیلی دوست داشتم. خیلی هم خوش درخشید. اما از این ور تو سینمایی ها من دیوانه نیستم و اون نقش اون دیوانه رو واقعا خیلی دوست داشتم. خیلی معصومه. اون 0 تا 100ش یه جورایی حتی با اجازه آقای امینی علیرضا هم خب واقعا استقبال میکرد. 0 تا 100ش رو حتی اون مدل تفکرش اصلا پیشینه آدم چی بود و چه شکلی میشه چه اتفاقاتی واسش میفته همه رو یه جورایی با کمک آقای امینی اونو خودم دوستش داشتم. دارم میام پیشه مادر، دارم میام پیشه نترس میام مادر ببخشی رو سعید رو دزدیدن حواسم نبود. مادر چیکار میکنی؟ مادر چرا اینجوری؟ با سرما میخوری مادر چرا اینجوری میکنی؟ رو سعید رو دزدیدن پیدا میشه مادر پاشو اینجا پیش مادرم، تو رو خدا پاشو پیش مادرم، من میترسم، تو رو خدا پاشو میترسم. میخوام از یک مرحوم نازنین از هم نسلی‌های خوب یاد کنم، عارف لرستانی. آی جانم
آره یادش بخیر. اصلا یه سری کارا رو که خب با هم زیادم بازی داشتیم دیگه. یکی از اون کارا که خیلی باش کیف کردم ویلای من بود که نقش پسر منو داشت. بعد وای عالی بود. یه صحنه داشتیم همین چند وقت پیش تو این چیز اینستاگرام دیدم، تو اکسپلورر بود دیدم. عارفو انداخته بودن بیرون از خونه، انداخته بودن بیرون، بعد پشت پنجره نشسته، منم این ور بودم، یعنی اون پیرمرده خاتون آبادی. جانه من فقط تعریفش نکن، یادآوریش هم بکن برامون. ببین پس تو یه کارو بگو آقا جون. دوبار بگو. من عارف خدا بیامرز. بعد اون پشت شیشه بود، بعد صداشو نمیشیدم انگار دیگه. بگم بگو آقا جون. ها یه بار دیگه بگی. این یعنی که نمیشنیدن. آره دوبار میگم. باشه اولیش هم میگم دوباره. ببین اونجا هم همینقدر خندیدیم ها. بریم. عارف جان خدا رحمت. خدا رحمت. آقا جون. ها آقا جون. وای آی. یه سکانس هم داشتیم با مهران مدیری که تیکه پاره شدیم، انقدر ما خندیدیم. انقدر کدومو میگی؟ انقدر من این پشت صحنه رو دیدم. خندیدم. یه دونه بود، دوباره یکی دیگه بود قشنگ. من بودم، عارف خدا بیامرز بود، سیامک بود، توی یه تراسی بود، مثلا عمق تراسه از اینجا بود تا اینجا. بعد یه ذره جا بود که دوربین و مانیتور و مهران مدیری بود و بعد برای بچهای دیگه همه بودن. مهمانم اومد، علیرضا عصار اومده بود، یعنی یه عالم مهمان نشسته بود، یعنی تماشاگر رو ما اینجا بازی میکردیم. بعد یادم نگاه کردم، یعنی پشت سر نگاه میکنیم قشنگ میبینی اونجا نور، یه نور قشنگ ترتمیز روز، آخرین پلانی که گرفته خود سکانس غروب شده. انقدر ما خندیدیم با عارف و سیامک و جایی هم که نمیخندیدیم انقدر میخندیدن این بغل که خیلی سخت بود. سکانس چی بود؟ بابا همون که اومدم سیامک رو نصیحت بکنم، گفتم که خیلیم زن گرفتی فلان کن اینجوری، بعد یه دفعه زن گرفتی. اسم پسرشو میگی؟ شهرام. همه شهرام. بعد همون لحظه داشت اتفاق میافتاد. ما یه متنی داشتیم 2-3 صفحه بود، خوندیم، بعد دیدیم که به مهران گفتیم که آقا این یه خورده خوشمزه نیست، چیکارش کنیم؟ گفت نمیدونم برید یه چیزو فلان اینا. بعد من و سیامک و عارف نشستیم یه تمرینی کردیم و اونجا دیالوگ این شکلی بود تو اون 3 صفحه که هی دیالوگ با هم رد و بدل میشد، تبدیل شد که فقط بعد من میگفتم همش. و من موقع یه اعترافی کنم، خیلی آره اونجا خندیدیم. انقدر من رفیقم جلوش زیاد بازی کردم، انقدر سخته که با این آدم بازی کنی خندت نه. انقدر سخته واقعا. حالا ممکنه مثلا در یه زاویه دیگه ای باشی بتونی خودتو کنترل بکنی، ولی کافیه چش تو چش بشی وقتی که هادی داره کمدی یا طنز بازی میکنه. مگه دیگه میشه خودتو نگه داری؟ بعد از این چشما انرژی عجیبی میاد بیرون که ناخودآگاه میتره که آدم از خنده. اما آره اونجا تو اون کار یادمه، تو اون کاری که کمدی خیلی باش نبودم، با اون پیرمرده داشتم حال میکردم. ای جان. آره اون باحال بود برام. موجب شد که هممون حال کنیم. بریم باز خاطره بازی کنیم. من از پدرم قهر کردم. چرا؟ به خاطر موسیقی. چرا حال میده چلتی که؟ ای خدا شکرت. آره خیلی حال میده. من یک داستانی سر این دارم، تعریف کردنیه. بگو. طولانیه ها، اشکالی نداره. درست قبل از دعوت آقای مدیری منو به این کار، خب میشناختیم، خب به حال یه کار قبلش یه کار کردیم، شبکه 3.5 بود. بعد اون دوباره یه خورده به لحاظ مالی و فلان اینا دچار اتفاقاتی افتادیم و اینا. یه ماشین داشتیم، رفتم آژانس وایسادم.
و میرفتم شیفت شب وای میستادم که مثلا یه جورایی حالا کسی نبینه منو دیگه. آینه رم کلا میچرخوندم این سمتی، یعنی دیگه هیچ جور پشتمو نمیدیدم که وقتی مثلا از این ور چشما مثلا من نبینن، اینا همیشه خودم این شکلی رانندگی میکردم شیفت شب. الهی عزیزم یادم نه. بعد یه روز بود دیگه، روز بود توی پاسداران یک مسیری داشتم میرفتم، دوباره شال و کلا کرده بودم و اینا. یه دوست بازیگر رو دیدم، سنشون هم به نسبت حالا بالاتر از ما بود دیگه. بوق زدم و گفتم کجا؟ گفت دربست میری؟ گفتم که آره کجا میرید شما؟ اومد نشست تو ماشینو، گفت ساعتی؟ گفتم هر جوری که شما دوست داشته باشی من در خدمت. گفت دنبال خونه میگردم واسه مادرم. گفتم بریم. هر رفتیم چند تا ملک دید و فلان، نزدیک فکر کنم 2 ساعتی با هم بودیم. گذشت و این وسط حالا صحبت شد، گفت منو میشناسی؟ گفتم بله شما فلانی هستید، میشناسمتون اینا. گفت آره جوون کار چیه؟ گفتم من بازیگری و اینا میکنم. گفت اشتباه نکن جوون، نکن این کارا رو. گفتم چرا؟ گفت بیاد اینه دیگه، تهش اینه. شروع که از مصائب و بدبختی‌ها و مشکلات بازیگری گفتن و تعریف کردن. گفت همین ماشین رو بچسبی، با همین ماشین کار کن، حال کن و خوبه، ولش کن، بازیگری چیه اینا. گفتم که چشم، اما دوست داشتم باش حرف میزدم و اینا. خلاصه پیادهش کردم یه جا، تموم شد، پولی هم بهم داد و یه روز دیگه دوباره من این آدمو دوباره دیدم و بوق زدم. گفت به به جوون چطوری؟ دوباره نشست تو ماشین. آقا چی شد خونه؟ گفت هنوز پیدا نکردم، یه خونه از فلانجا فلان، ساعتی میری؟ آره ساعتی میری. من رفتیم و تمام. کات اینو بذاری کنار. حامد عقیلی یه برنامه میساخت، دنیا رو ببین باری کردم. بعد تو اونجا قرار شد که نریشنا رو من و مجید بگیم. آها یادم اومد. همون روزا بود. یه شب فکر کنم آوردی، همون یه شب حامد گفت پاشو بیا خونه ما، اینجا با میکروفون گذاشتیم و صدا و فلان اینا، بیا همه این نریشنای این حالا جملات جذاب داشته فلان اینا رو با صدای تو مجید باشه. ما رفتیم اینا رو گفتیم به درازه انجامی رسید تا ساعت 4-5 صبح. تا 4-5 صبح ما صدا رو گفتیم، نریشن رو گفتیم. ساعت 10-11 خانم مظفری من زنگ زد که برنامه ریز پاورچین بود. زنگ زد گفتش که هادی سریع پاشو بیا لوکیشن. گفتم چرا؟ داستان چیه؟ گفت آره بیا سریع، اصلا سوال نکن کجایی. گفتم من نازی آبادم دارم اینجا. گفت پاشو بیا، اصلا شوخی نکنه. ببخشید ساعت 10 اینا بود، من 11:30 خودم رسیدم لوکیشن توی فرشته. رفتم اونجا و گفتش که اصلا وقت نداریم و سریع بشین گیریم شو و بیا بازی کن. گفتم الان خب چیه نقش چیه؟ مهران اومد گفتش که گفت هیچی، یه آدم اینی هستی. گفتم آخه این چیه؟ فکت بده، یه چیزی بهم بده من بدونم چیه و اینا. و گفت نمیدونم همینه هادی، یه چیز در بیار. گفتم خب از صبح تا حالا چرا به من الان میگید؟ بعد شب قبلش آفیش میکرد یا 2 روز قبل زنگ زدین مثلا قراردادی چیزی هم چیزی. گفت یه بازیگر اومد اینجا نشد، اومد بازی کرد و دیدیم نمیشه رفت. اسمشو پرسیدم، همون بازیگری بود که تو پاسداران سوارش کرده بودم. عجب. آره و چند باری با هم رفتیم و اومدیم و جالب بود. گفتم چه دنیای عجیبیه. و هیچی دیگه، نشستیم و بازیش کردیم و همون روز، یعنی من شبش اصلا نخوابیده بودم، از دیر وقت بیدار بودم و بعد نشستیم اونم بازی کردیم و تمام اتفاقات اینم دقیقا همش تو یه روز افتاد دیگه. آره یه خاطره جالبی بود. خیلی جالب بود. آره خیلی جالب بود. بریم یه کار ببینیم. بازم؟ بله. این چیه؟ بگو میز جلوی پاراف کن. گفتن پاراف کن. بالای برگی که میخوان تا کنن.
گفتن بالای برگه که میخواین تا کنیم. بگو امضاش کن. نوروز 76 گفتن امضا کن. زیر کلمه‌های مهمش خط بکشه. گفتن زیر کلمه‌های مهم خط بکشه. ته جمله‌ش نقطه بذاره خواهش می‌کنم. قیافت عالیه، داری تلاش می‌کنی کشف بدی. گفتن ته جمله نقطه بذاری. یه کاری بود با کاردان داشتیم کار می‌کرد به سرانجام نرسید. نه اون که به سرانجام نرسید این 3.5 3.5 یا خدا مگه شبکه 3.5 گفتن خودتون می‌دونید. بگین 2 برگه دیگرم منگنه کنن بهش. گفتن تو منگنه دیگه منگنه کنید بهش. این چه طرز حرف زدنه؟ من که چیزی نگفتم. نه یه چیزم بگو شما خواهش میکنم. آقا یه ساعت من از این میز صداتونو بیار پایین. یعنی چه پاس میدی؟ چه مگه فوتبال چه در صحبت شما مورد داری اصلا؟ مثلا کارمند بیجی رو مغازه که اینجا نشستم از شما اشتم میخواید از ما؟ برو بابا. جناب آقای پشنگ، جناب آقای پشنگ، من متاسفانه همه چی دیدم. سلام. سلام. من متاسفانه همه اصلا یادم نبود این صحنه. کدوم مسائل شما دیدید؟ میاوست. چی میگید شما؟ یعنی که من تمام مسائلی که اینجا پیش اومد دیدم. کدوم مسائلی که پیش اومد؟ my favor. I see can beautiful. پشنگ جان فیبر تیوفول اینا من نمیفهم چیه. آقا دعوای شما رو با این آقا دیدم در چه مگه من دعوا کردم با ایشون؟ منو ببین. چیو ببینم؟ تو رو ایشون رو توجیهشون کنی خواهش میکنم. بابا من میگم زبون مادریم حالیم نیست میگه توجیه. من به توجیه تو خارج ایایی چی بگم؟ اوکی اشتون فلکس خودمون دیگه اشتون فلکس. داداش آقای عزیز تا حالا چوب تخته زدن تو سر توجیه بشی؟ بله. میلگر چی؟ نه متاسفانه. بریم. آقا من یه دستیار میخوام. یه نفر بهم کمک کن. من تو توجیهات خسته شدم. my friend is cool now. اوکی چی میگی تو؟ چقدر یادم نبود اصلا خودمو. این برای ما جالبه. آره اصلا یادم نبود. خیلی تلاش داشتی میگه کاری که انجامش دادی بالاخره. آره تلاش بیار یاد. آره آدم وسواسی بود. آخه ما یه کاری هم کردیم با آقای کاردان کلا به سرانجام نرسید. تا دم ضبط رفتیم چند ماه تمرین و آره. دم ضبط و اگه خاطرت باشه به خاطر تمرین به ما دستمزد دادن. آره دمشون گرم. ایرج و داریوش کاردان عزیز. آره واقعا. اگر از درگذشتگان تو بگن میتونیم یه نفر رو 1 دقیقه بیاریم کیو انتخاب میکنید؟ دلتنگ ترین کی؟ اسمشو بیار یه چیزی بهش بگو. ولش کن. چرا؟ ولش کن. چرا؟ بگو قربونمون اشکات. چیکار کنم دیگه به هر حال دلتنگیه. یعنی این آره دیگه فرشته زمینی من ندیدم. نه اینکه مادر من باشه ندیدم دیگه. تو خودت میشناختیش. ندیدم زنی شبیه به این و ندیدم زنی مظلوم تر از مادرم. خیلی مظلوم. خوابشو میبینم یه وقتی میاد یه گپ و گفته هم میزنه، حال احوالات من یه وقتی میپرسه. اما آره واقعا تنها چیزی که دوست دارم نمیدونم دوباره ببینمش. یعنی یه وقتی به قول شهریار میگه که دلم خوش است که ببینم خواب گاه به گاهش. دوست دارم هنوز خوابشو ببینم و
عطر چادرش و عطر وجودش رو بچشم دوباره. آره قربون دلت فدات. مامانه هممون بود واقعا. همشون جیگره، همشون مادر مهربان. من خیلی دلتنگش میشم. قصه گوی بچگیت کی بود عادی؟ مامان بود. قصه‌ای با نمکی هم میگفت. خیلی عجیب غریب هم نبود، اما قصه‌ای ملک محمد و انار خاتون و افسانه های آذربایجان یه جورایی یه کوچولو، نه به اون شفافیت و نه به اون دقیقی، اما اون چیزی که خودش بلد بود و یه وقتی ریز یه چیزی شاید هم در سطح فهم مثلا شما آره دیگه. آره بخشایی که براتون قابل فهم بود رو میگفت. آره بله. چی داریم؟ بریم یه خاطره دیگه مرور کنیم. حالا نوبت من هستیه استاد بخریم پشت صحنه است اینا. خشم خود را بر این نقاشی میکشیم. خشمت افتاد منشی گل مگلی من، ما هرچی فکر کردیم نفهمیدیم که چرا با ما به خوردن قهوه نمی آیی. یک جایی جدید پیدا کردیم، اسپرسو و میتراسیو قشنگ نظری داره. میتراسیو تیرامیسو رو گفت میتراسیو. ابله هنوز دلار زش مانده است. اولین سکانسی رو گرفتی. تو چگونه با این چشمان فندقیت؟ یه نقش دیگه بودی. آره واکی بشیم با توپولوف. بله آن کلاه 17 بار افتاده را هم از سر دماغمو گرفتم. وای گربه است. وای خدا وای خدا خدایا با مدیری واقعا بگو از مهران مدیری عزیز کار کردن با این هنرمند هم برامون بگو. واقعیت این که مهران مدیری خیلی دمش گرم به دلیل اینکه اطمینان داشت و اطمینان رو به من داد و این اجازه رو همیشه به من میداد که چی کار دوست داری بکنی. یه جور این ایمانی که بهم میداد من قوت قلب میداد و آفرین بهت که به خوبی قدر اون انتخاب و اعتماد رو دونستی و خوش درخشیدی. ببین دیگه داداش اخیراً همین چند وقت پیش آقای فراستی که به راحتی از چیزی تعریف نمی‌کنه. آره من خودم کف تو برنامه دور همین تعریف کردم. آره من خودم کف ندیده بودم. آره جالب بود. خوش درخشیدی. ماشاءالله بهت. ماشاءالله بهت. دم شما گرم. اگه مرض داری با کمیسیون پزشکی بگو، اگه کفتار زهرماری نداری بیا دفترچه‌تو بگیر. من کر بیدم. کر بیدی؟ من کر بیدم. یعنی چی نمیشنوی؟ اگه وگو یک کلمه وشنم نوشنم باور بکن. از خودش دروغ در کنه. دروغ در کنه. صبر کن از کجا فهمیدی من دروغ در کردم؟ از ما دکترا یه فرقی با شما آدمای عادی باید داشته باشیم نه. آره فهمید. آقا تو رو یاور تو قلم دستم بده من نمیخوام برم جنگ. نمیخوام از کوله‌بار تجربت هادی یک جمله طلایی به ما هدیه بده، یه یادگاری بده. میتونه نقل قولم باشه، میتونه از چیزهایی باشه که آموختی. صحبت میکردم با پدر، یه چیز جالبی به ذهنم رسیده بود، خطور کرده بود و میگفتم بابا من احساس میکنم که
زمانی که ما این دنیا رو ترک میکنیم تازه از خواب بیدار میشیم. بابای نگاهی کرد گفت نه از کجا داری میگی؟ خوندی چیزی؟ گفتم نه، احساس همینه که ما توی خوابی هستیم، حالا توی رویاییم یا توی یک کابوسیم، باز همینه برمیگرده به خودمون. نمیدونم این چیه، اما احساس همه که همین یک خوابه و یک دنیای واقعی نیست، یه دنیاییه که داریم الکی می جنگیم، الکی چالش های عجیب غریب و نگرانی های بیمورد، ترسای عجیب. و احساس کنم وقتی ما تازه از این دنیا میریم تازه به دنیا میاییم. و بابا خیلی جالب بود، تایید کرد و درست یادم بوده باشه یک آیه ای از قرآن هم فکت آورد اینو، گفت یه همچی چیزی هست که آیه وقتی شما اصلا میمیرید تازه بیدار میشه. چه خوابی دیدم من، چه حالی. من فکر کنم ما واسه خوابمون نباید زیاد سخت بگیریم این دنیا رو. آن یاری که باشد زان دیار. بازی این چرخ و فلک بازیگر قدر میخواد، پیچ و خم جاده عمر همراه و همسفر میخواد. خدا دو تا کار نمیتونه بکنه با بندش. یکی این که روزیشو نده، دو هم اینی که از سرزمینش بیرونش بکنه. دانی که پس از مرگ چه ماند باقی؟ مهر است و محبت است و دیگر همه هیچ. آمدیم دیدیم و رفتیم، دست خودمون نبود. مرغ زیرک چون به دام افتاد تحمل بایدش.
نداشتن اثر. درود بر تو. فرض کن یه کتاب همچین قطور توی دست منه و توی این کتاب زندگی نامه آقای سید هادی کاظمی نوشته شده از ابتدا تا انتها، اما عنوان نداره. اسم کتاب باید صاحبش تعیین کنه. چه اسمی روی کتاب زندگیت میذاری؟ هیچ یا برزخ. به پاس این همه زحمت، این همه تلاش در این همه سال که میدونم چقدر خالص، صادقانه و عاشقانه بوده، به نمایندگی از همه دوستان و همکاران عزیزم در چلتیکه و همینطور جسارت میکنم از طرف بینندگان محترمی که با من هم عقیده هستن، جانانه ازت متشکریم، تقدیر میکنیم ازت. قطعا شما جزء ثروت‌های هنر و فرهنگ کشور ما هستین، شما افتخار میکنیم، تقدیر میکنیم و از خداوند میخوایم که همیشه تندرست باشی، خاطره های هنرمندانه خلق بکنیم، ما یه عمر لذت ببریم و شاهد خوشی و خوشبختی و سلامتی همه عزیزانت باشیم. به رسم یاد بود هادی جان، ما میدونم که به گل و گیاه و درخت و اینها هم علاقه‌مندی. توی چلتیکه یک بوستانی داریم که توش سرو میکاریم به نام هر عزیزی که روی صندلی چلتیکه میشینه. قطعا یک درخت سرو که نام شما روش پلاک میشه به نام هادی کاظمی عزیز خواهیم کاشت. یاد تو، نام تو، آثار تو در قلب و ذهن ما همیشه هست. این درخت هم برگ سبزی تحفه چلتیکه، ناقابل از ما بپذیر که اسم تو این بوستان سبز نگه داره به عنوان یک هنرمند دوست داشتنی و متعهد و برجسته. چیز خوشگلی، چقدر کار دوست داشتی واقعا. آره خیلی بالا. خیلی راحت نمیشه از شما تشکر کرد که اینقدر مهربان و صمیمی ما رو همراهی کردید تا اینجا و پشتوانه ما بودید. نمیشه راحت هم ازتون دل کند، اما چه کنیم که مسئولیت ما فعلا تا اینجا بود و رسیدیم به آخرین قسمت این فصل. امیدوارم که از ما راضی بوده باشید، کم و کاستی های ما رو ببخشید. به هر حال در شرایط بیماری تلاش خودمون رو کردیم. از خداوند میخوایم که باز توفیق خدمت به ما بده که بتونیم با عشق برای شما کار بکنیم. مهمان گرامی، گرانقدر، عزیز دل امشب در شب آخر همراه من بود دیگه. تای قوت قلب بود برای من، دوست صمیمی و هنرمندم اینجا بود. من ایشون رو مشایعت میکنم و بعد در خدمتتون هستم. به خاطر محبتی که داشتید و درخواستایی که داشتید، این شب آخری یه هدیه کوچولو هم بنده تقدیمتون میکنم با یک آهنگ. قربونت برم. خدا نکنه عزیزم. خیلی کیف کردم. عزیز دلی، در خدمتتم. حال عجیبی داشتم تو این. الهی شکر. الهی شکر. دمت گرم. خسته نباشید. خدا شما یا هر خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. سروستان چلتیکه از اینجا که این تابلو رو زدیم شروع میشه. خب عزیزان بیننده، دنبال کنندگان فراپاقرص چلتیکه، در خدمتتون هستیم. الک بچه اینجوری بدونه روی آجر می‌ذاشتیم می‌زدیم زیرش و اینجوری پرتش می‌کردیم. خب بینندگان عزیز پراپاقرص و همراه همیشگی ما در چلتیکه، با رفقای چلتیکه اومدیم به طبیعت. حالا چرا؟ قول داده بودیم دیگه، به هر مهمانی وعده دادیم به رسم یاد بود نهال سروی بکاریم که به نام او باشد و از اینجا شروع شد. اینجا که من هی میگفتم بوستان چلتیکه، دوستان اینجا خوش سلیقگی کردن، یه اسم بسیار زیباتر انتخاب کردن و حالا من تو همه برنامه‌ها گفتم بوستان، ولی در اصل شد سروستان چلتیکه، چون در این سروستان فقط سرو میکاریم. این چه حرکتیه؟
نگاه کنید کارهای زشت در طبیعت. حالا اینجا تو راه این آشغالا رو هم از طبیعت برمی‌داریم. فکر میکنم که این این هم هست. این برای یک سنجاقک. آقا دست گلت درد نکنه. نه چوبه خوبه، چوبه رو دوست دارم. آقا هادی بیا همراه ما. آقا اجازه میدیم هم کمک کنیم. خیلی هم وارد نیستیم. شما ما بگو اگه اشتباه انجام بدیم شما بگو. ما وعده گرفتیم که به نام خودمونم بکاریم ها. یعنی همه عوامل زحمتکش چلتیکه. بله جناب آقای اکبر عبدی سلام علیکم. همطور که وعده داده بودیم دیگه. خب اسم هنرمند عزیز کشورمون رو در واقع روی این پلاک موقت چوبی نوشتیم. نهال هنرمند خوب کشورمون آقای علیرضا خمسه. اینم پلاک چوبی موقتشون. اینم نهال قشنگ سروی که براشون کاشتیم. این اتفاق داره برای اولین بار تو یک برنامه تلویزیونی رخ میده که ما یک هدیه این چنینی در نظر گرفتیم. خودمون که خیلی راضیم از کاری که داریم میکنیم. الحمدلله مهمانهای ما هم راضیم. ما به وعدمون عمل کردیم. یعنی در واقع انجام وظیفه کردیم. یعنی نهال سرو کاشتیم در سروستان چلتیکه و هر سروی به نام عزیزی. حالا بیشترش در واقع به نام مهمانان برنامه ما شد و بقیهش عوامل چلتیکه. یادآوری میکنم پیشنهاد چلتیکه ایمون رو. هشتگ هر انسان یک درخت. یا حق. از آخرین قسمت این فصل. الهی شکر. خیلی ازتون ممنونیم. با صبوری با مهربانی ما رو همراهی کردید. ممنون چشم‌ها و گوش‌ها و حوصله شما هستیم. و امید داریم که باز خداوند به ما توفیق خدمت بده که بتونیم در کنارتون باشیم، باز به خاطرها و گذشته‌ها سفر کنیم و راه بهتری برای آینده بسازیم. بله، موسیقی آخرین بخش. هر آمدنی یک رفتنی داره و این آمدن با این رفتن داره به سرانجام میرسه. قطعه‌ای که امروز هم آماده شده بی ربط به این حال و هوا و به این رفتن نیست. من فکر کنم حضور در این برنامه برای من یه افتخار تکرار نشدنیه. تا آخر زندگیم تجربه این برنامه حتما یادم خواهد موند. امشب چی داریم؟ خب امشب یک قطعه رو داریم از استاد بنان، روحشون شاد، خواننده مورد علاقه بنده، که قراره شما زحمت بکشید و بخونیدش. بله، به قول یکی از دوستان شرم سارم. دوست مشترک. والا چه عرض کنم، گفتن قسمت آخر ما کسی رو اینجا نمیذاریم که بخونه مگر اینکه شما بخونید. حالا این درخواست رو شما مهربان ها هم داشتید، ما که ادعایی نداریم. از من وای نگم خداحافظ.
البته از اون جهت که خدا حفظتون بکنه، بله، خدا نگهدارتون باشه، بله، ولی به امید دیدار این خداحافظی من باشه، همچنان که در خدمتون خواهم بود. منم از طرف تیم کاربلد و حرفه‌ای و صمیمی چلتیکه ازتون خداحافظی نمی کنم، ولی بهتون میگم به امید دیدار. یا حق. خدا نگهدار.